اوکی من مروارید رو کات میکنم. تو خیلی بیشوری. یک بار ادیت میکنه. اینه که بخواد ادیت کنه. ستوده رفت دوباره. اوکی بگو من ادیت میکنم. بگو 3 2 1. سلام. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ خوبیم. بد نیستیم. چه خبر شما؟ این هوا چیکار میکنین؟ گرمه دیگه. تابستونه و گرم شده. بعد شما چطورین؟ هوا چطوره؟ شرجیه. من هر کاری با مون میکنم اینطوریه. چرا دیگه فر نذاشتی بمونه؟ صاف میکنم. دیروز صاف کردم. دیگه گفتم بمون. بعد هفته پیش شبیه گوسفند شده بودم. چرا؟ خیلی بد میاد. چرا؟ مگه موی فرو چیز نمیکنن دیگه، شونه نمیکنن؟ مو رو شونه کرده بودی یا چی؟ نه شونه نکردنم، ولی فرفریام انقدر بهش رطوبت خورده بود پف کرده بود. بعد از جلسه فیلم برداریمون رفتم کلاس. چه هندونه گذاشتی زیر بغلم؟ همون هالیوود پروداکشن. آره اون فیلم برداری که داشت. رفتم سر کلاس. حالا اونم اون فرفری من ندیده بودم. رفتم تو نشناختن. 2 دقیقه منو نگاه کردن. واقعا عزیزم. پس تو اصلا با موهای خودت نمیگردی، همش صافش میکنی؟ موم اون تایم که اینطور لیر نبود فرفریش میکردم خیلی بد میشد. بعد وای نمیسه فراش. وای لیر که نباشه اینجوری رو هم دیگه میمونه. بعد اینقدر میشه معمولا. دقیقاً افغو میشه. افغو. آره افروی که آخه فرای من ریز نیست، فرای من ویوه. بعد اون بدتره. مثل من دیگه نکن فرای منم ریز نیست. مثل بعد خیلی وقتا میکم باز میشه. بعد مثلا یه ورمون اینجوریه و یه ور دیگه بره. بعد میشه همون فقط بعد از اینکه دوش میگیری خوبه. جونم شکل اسمرالدا شدی. ولی اونقدر سیاه نیست پوستم. کاشکی بود. اسمرالدای سفید پوست. چشات هم سبز نیست. سبز بود چشمش. بله اسمرالدای ایرانی. آقا من خیلی تو آفتاب. ترکو از کجا آوردی؟ دوستاش از چرا؟ حتما داریم دیگه. رگ ترک داریم. آره فکر کنم از طرف پدر بزرگم رگ ترک داریم. آره خودم یادم نبود. حیف ترکی بلد نیستم. منم بلد نیستم. منم هر دو طرف ترکن ولی بلد نیستم. واقعا؟ آره. هیچ موقع دیر نیست برای یاد گرفتن. سخته. اون تایمی که بعد یاد میگرفتم مامان و مام بزرگم میگفتن که لطفاً ترکی صحبت نکنین تو این خونه. بعد بزرگتر که شدم میخواستم ترکی یاد بگیرم همشون فارسی صحبت میکردم. فیلم و سریال ترکی ببین. نمیشه. یاد میگیری. من این کارو با کره‌ای کردم. یاد گرفتی؟ جوان‌تر که بودم یاد گرفتم ولی دیگه الان واقعا مغزم نمیکشه. آره با کره‌ای ولی بلدی؟ نچرالی اینجوری شد دیگه. چی کره‌ای هم سریالای کره در اصل حرفاش تکرار میشه. آره ترکی حرفش تکرار نمیشه آیا به نظره؟ نه نمیدونم. ولی همیشه چند تا مثلا خیلی ساله. ببین اینجوری نیستش که تو حالا شاید هم خیلی بتونن 1 سال تو مثلا ببینی یاد بگیری. ما خیلی ساله داریم نگاه می‌کنیم. یعنی دیگه واقعا اگه چند تا چیز یاد نمی‌گرفتیم خیلی ناراحت کننده بود واقعا. آره نه ولی فرقش اینه که میشنوی و یاد میگیری میتونی تو خونت هم حرف بزنی. شما کره و کجا می‌خواستین حرف بزنین؟ با خدامون تو کره انیاسیو که نرفتیم. چند سال الان میخوایم بریم کره؟ یه 17-18 سال حداقل
داریم یعنی میگیم کاره. انقدر نزدیک شدیم به رفتن، بعد تیکت ها خیلی زیاد شد پولش واقعا. من بودم بعد یکی پول کنسرت BTS داده که بره پشت صحنه و ساوند چکشونه. Let's talk about this in another BTS episode. فکر کنم هفته پیش تو آلمان یه کنسرت داد. فکر کنم الان داد. مونیخ. نه مونیخ بودن 2-3-4 میدونی چه آهنگی خوندن؟ دو بیسکوت گنوگ دو بیسکوت گنوگ. مطمئنی واقعا امروز صبح دیدم تو آهنگ آلمانی رو خوندن. آره جانگوک امروز صبح من دیدمش توی اینستاگرام رو باز کردم. اولین چیزی که باز شد جانگوک یه چینی خونده دو بیسکوت گنوگ. ولی نگاه مارکتینگ خیلی خوبی بود. آره خیلی آهنگشو من دوست دارم. اصلا یه آهنگیه که دیگه رو من مثلا من نمیدونستم میگه دو بیسکوت گنوگ، بهم میگم میگه اسکوبی دو به خدا. الان اینی که میگه یعنی چی؟ من نمیدونم آلمانی چی میگه. یعنی چی این بپرسی؟ بگو. You're good enough. You're good enough. یعنی تو به اندازه کافی تو خوبی. تو کافی هستی. تو همون جوری که هستی کافی هستی. تو بیسکوت گنوگ. اون وقت میدونین که یه رپرم تو این آهنگ هستش، شیرین دیوید. شیرین یه رگش ایرانیه. یه رگش ایرانیه. آره فکرم مامانش. من تاله این آهنگ گوش ندادم. مثلا کل آهنگشو نشنیدم. من فقط همین شنیدم به خاطر اینکه یه چند وقتی معروف شده بود همین این تیکش. یعنی من اصلا نشنیدم. بعد اصلا نمیدونستم خوانندش کیه چیه هیچی در مورد این آهنگ نمیدونم به جز همین یه تیکش. ولی خب خیلی گوگلیه کلا. مامانش هم فقط یه رگش ایرانیه. یه رگ دیگهش از لیتوانیا. نمیدونم چی میشه ایرانی. ولی اسمش در اصل هستش بابرا. یعنی شیرین چه ربطی به باربارا داره؟ شیرین که SCH نوشته اسمشو، اسم واقعیش، اسم دومیشه. باربارا شیرین. بابرا شیرین داویدچیوسه. دو تا داوید داره. بعد باباش کجاییه؟ باباش آلمانی نیست. پولند، اوکراین، چیوس. نه اونم چی بود؟ لیتوانیا. لیتوانیایی. جالبه. یعنی مامانش یعنی یه کوارترش ایرانیه؟ نه اشتباه بود. اینو لطفاً کات کنیم. مامانش ایرانیه. پس حرفش ایرانیه. ایرانی لیتوانیاییه. آره. اوکی. ایرانی لیتوانیایی. اوکی. من که کات نمی کنم. ادیتورمون گیواب کرده. من اصلا گیواب که هیچی. آخه کات که میکنی بعد تدوینت خیلی خوب باشه، ادیتت خیلی خوب باشه که بتونی مثلا یه جوری فلو رو قشنگ نشون بدی. بعد من وسطش تبلیغ قبلی یه جوری کات کرده بودم تابلو پیام بازرگانی. اگه کسی نگاه میکنه قشنگ میدید. کی میخواد با ما تبلیغات بکنه؟ یکی چی تبلیغات چی بکنیم؟ ما تبلیغات چی بکنیم؟ شاید هر کی تبلیغی داره بیاد به ما بگه، ما ببینیم به درد ما میخوره یا نمیخوره. اول بیایم بهمون بگین. ما خودمون رو ببین ما که فیلم برداری میکنیم توی چارچوبی فیلم برداری. آره دیگه. ما که هر هفته اینجاییم دوستان، از این چیزی بدین ما میذاریم این پشت من میذارم. نمیدونم اون پشت چی الان میذاره پشتش. هنگ درام به جای هندونه هنگ درام گذاشت. هندونه رو نخوردیم هنوز by the way. خوشم میاد. هندونه چقدر میمونه مگه؟ خراب میشه تو یخچال دیگه. نمیدونم به نظر هفته که دیگه بابا انقدر چیز نیست. نه بابا حالا یه هفته تو یخچال شما 2-3 روز تو فکر نکنم تو مغازه
2-3 خیلی روز تو بیشتر تو راه مغازه میمونه. خیلی فکر میکنی 2-3 روز اینا خیلی فکر کنم بیشتر. خب حتی بدتر شد فریز که برات. میکنن. یالا اگه بازش میکنم، اگه خراب بود تو اپیزود بعدی بهتون میگم خراب شد. میخواستم بگم خوشم اگه تو میاد اپیزود بعدی تمام خورده ست باشه. دیزاینت با ه شروع میشه. با چی شروع میشه؟ آخه با ه. هندونه و ها هنگرام. هندونه هنگدرام. عنوانو همینجوری ببرم جلو. ببر تمتو دوست دارم. هنگ درام ایرانیه، حرف ایرانیه. هنگ درام. فکر کنم ولی چیز دیگه بهش نمیگن، همون میگن هنگدرام. یا به فارسی هم دیگه میشه آخه هنگ مال درام. ایران نیست. آخه آره. مال ایران نیست، یعنی ساز ایرانی نیستش که بخواد اسم خودشو داشته سازش باشه. اصلا کجاییه؟ سازای ایرانی میدونی؟ هنگ تو یه درام. ریسرچ بکن عزیزم. یه لحظه. حس میکنم باید از سمت نه الان یه چیز بگم بعد اشتباه باشه حوصله ندارم، کانسیکوئنسش حوصله ندارم. تو 2 دقیقه ساکت باش. یه لحظه میخوام ادامه بدین سکوت چون که نباشه توی این. سکوت نباشه براتون می‌دونی که بک‌گراند میوزیک نمیشه. میذارم. براتون بک‌گراند میوزیک میذارم. یه چیزی شده بود، یه دونه ترندی بود تو اینستاگرام، گفت ایرفونم خرابه. طرف میگفت اشکال نداره I've got you. بعد میرم دم گوشش میخون میخون. براش. ما باید برام یه دهم بخون تا خیلی هم چیز صدام سرچ میکنم. قشنگه. BTS I can only sing to elevator music. خوابم میگیره. بگو واقعا. شما ادامه بده. خب شما باید دوباره بگیم به فارسی چی میشه. Trinidad and Tobago. Excuse Kind of me. makes sense. اصلا چه زبانی حرف زدی؟ دوستم Trinidad مال and Tobago. ترینیداد و توباگوه. کشوره؟ ساز هنگدرامی. به خدا کردم یه چیزی رو با یه لحجه گفتی. من میگم چرا لحجه کیو داره مسخره میکنه و من از این کارا نمیکنم. لحجه پرجه مسخره میکنم. تازه لحجه به لحجه ولی ادامه چیز گفت. هست. کربیان گفت. خب سعی کردم ولی یه ذره شاید I got it. ریسیست بود. ببین ولی این مدلی که تو الان داری اونجا یه فیلیکس رونا و زبینا شیغا تو سوئیس آخرسن اینطوری ساختن این مدلی که داری. پس اروپاییه. ببین این مدلش هم یه چیز خیلی ولی جالب ما دیروز در موردش مال اوریجینالی کاربیانه ترینیداد و توباگو. ترینیداد و توباگو. ترینیداد و توباگو. بعد واقعا چک کنم کجاست. No, خدای من it's a باورم one نمیشه. country. Trinidad and بودم. Tobago is one country, honey. آره ولی Yeah, it's a نشینده بودم Caribbean تا country. It's one country. جزیره Caribbean خیلی shore. قشنگه. کاربیان بریم. آدم مثلا به مال عنوان کاربیان کاربیانه. میدونه میدونی، ولی من خب مثلا چند تا چیزاشو جزیرن نمیدونم. که همشون یه کشورن. چیز نیکی میناش فکر کنم کازینش مال اینجاست؟ یادتون میان دوره کووید یه چیزی نوشت درباره یکی از پسر خاله دایی چه میدونم کازنش ترینی بوده. یه رگش ترینی بوده. ترینیه. آره. من خیلی با اینا نیکی. خودم رو چیز نمیکنم، یعنی اصلا نمیدونم. نه چون که متاسفانه خیلی تو سوشال میدیا هستی حتما الان من خیلی یادت سوشال میاد. میدیا هستم ولی اینا رو سوشال چک میدیا نمیکنم. یعنی روژین رو بری مثلا چک بکنی اصلا یه دنیای چرت و دیگه. پرت. ببین ترندا رو مثلا خیلی میبینم و مثلا اصلا من هر چی سلبریتی میبینم بلاک میکنم و هر چی سلبریتی نیوز میبینم هی میزنم not interested. به خاطر همین چیزا واسه من بالا نمیاد. ولی متاسفانه همین چند روز پیش دوباره یه دونه استوری نمیدونم عروسی تیلر سویفت اومد که چقدر مردم مثلا آشغالاشو خریده بودن واسه $30-40 آشغالاشو توی باکس کوچیک میفروخته. Are you kidding me? نه بعد مثلا مردم کلی بیرون استادیوم تو نیویورک وایساده بودن، بعد اومدن کیک مثلا تهموندهای کیکشو دادن، بعد اینا همه حمله که اصلا یه 2-3 تا چیز اصلا اومد بالا. دوباره زدم I'm not interested like what the fuck is this. چی بود که من دیدم.
ولی آره هر کاری میکنی اخبار این مزخرفه آدمای مزخرف میاد بالا واسه. anyways خب بچه ها من فکر میکنم که ما الان 20 دقیقه هستیم چرت و پرت. مثلا اصل مطلب چرا همه اولای اپیزودمون 20 دقیقه نیم ساعت ما داریم چرت و پرت میگیم، چون یه هفته خدا همدیگه رو نمیبینیم با هم دیگه صحبت نمیکنیم، مجبوریم کچاپ کنیم. ما باید یاد بگیریم 10 دقیقه کنیم. اول جمعش کنیم اگر هیچ دیگه نمیمونه کنیم. قانونی نیستش که ما نمیتونیم 20 دقیقه چرت من قانون میذارم، من قانون نذارم این اپیزودهای ما میشه 3 ساعت و کاملا 3 ساعت نمیتونه بشه چون من باید برم سر کلاس با توی بچه. دقیقاً آها اینو میخواستم بگم، گفتی که سوئیسه، ما همین دیروز پریروز چون ما خیلی نزدیک سوئیسیم دیگه، گفتم ما قشنگ روی مرزیم، یعنی من همینجا پیاده روی که میکنم یکم اونورتر سوئیسه، گذاشته بودم چیزش تو من استوریشو گذاشته بودم میرم تو سوئیس برمیگردم. بعد داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که همه چیز از سوئیس شروع شده، یعنی همین که ما میگیم مثلا هیپی فلان و اینا، همه اینا از سوئیس شروع شده. تو واقعا؟ آره دقیقاً، تو نگاه بکن مثلا همین دیولوپمنت قارچ، دیولوپمنت LSD، نمیدونم خود کارل یونگ، همه اینا از سوئیس اومدن و این خیلی باحاله که چقدر جالبه که سوئیس خیلی تو این داستان پیشرو هستش. قارچ like mushrooms. آره like LSD هم از چیز بود، یه دونه سایند I don't call it drug. من میگم LSD is a drug. ولی خب اوکی باش. Everything is a drug. آیبوپروفن هم دراگه، یعنی اگه اونجوری بخوای بهش فکر بکنی آیبوپروفن هم دراگه، ولی حالا اونم اگه خواستیم میتونیم در موردشون اپیزود بگیم چون من خیلی اینفورمیشن دارم. ولی در هر صورت خیلی جالب بود همین، مثلا چند تا هیپی دیدیم در اصل، بعد به این در مورد این داشتیم صحبت می‌کردیم که چقدر جا با مزه است، بخاطر اینکه تو مثلا فکر می‌کنی مثلا از نمیدونم واقعا حالا از کجا، ولی مثلا هیپی از فلان جا ممکنه. من فکر می‌کردم مثلا از امریکا باشه چون خیلی اونجا بولد بود. ببین امریکا هم داشت دیگه هیپیاشون. اصلا یه دوره‌ای تو 1950 خیلی کلا اصلا کالچر هیپی زیاد بود و خیلی مثلا هم موقع جان لنن و یا 80 از 50 ببر و 80 خیلی 50 اینا خیلی زیاد. آره ولی اشتباه نکنم بچه‌ها به ما گوش ندین، ما 50 مگه جس بیشتر نبود؟ همون گلدن ایج دقیقاً بود. نه به خاطر ببین به خاطر جزش نمیگم، به خاطر سابستنس یوزش میگم. ولی بذارین چک کنیم تو اپیزود دیگه دارم به صحبت میکنم، چون میدونم که از یه سالی به بعد به خاطر اینکه اینا همه چی لیگال بود و اینا دیدن که چیزای دیگر رو نمیتونن بفروشن مثلا مشروب و سیگار و اینا، اومدن به صورت قانونی گفتن که ایلیگاله، مثلا ماشروم و LSD و اینا، به خاطر اینکه در اصل چیز نمیاره. یعنی مارکتینگ تاکتیک بوده؟ 100%. توی چیز نیست، توی بچه سوئیس نیست، چون اصلا مال خودش توی سوئیس نیست و توی چیز هم نیست، توی هلند هم نیست، ولی همه چی مارکتینگ تاکتیک. یعنی زندگی ما از موقعی که کارخونه ها ایجاد شد همه چیش مارکتینگ شد. من چیز خیلی جالب دیگه چیز کردم دیدم هیچکی نمیخونه دیگه، همه چی میبینی، در مورد خواب بود. خیلی جالب بود، به من یعنی گفته بود که قبل از این که کارخونه ها و اینا ایجاد بشن و مثلا این 8 ساعت خواب و نمیدونم صبح بلند شو برو سر کار و اینا ایجاد بشه، وسط خواب بیدار میشی. آره باحال بوده. خیلی باحال. مردم 2 بار میخوابیدن، چون اصلا تو ذهنشون این نبوده که تو باید یک کله مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت بخوابی. اینا عصر میخوابیدن و طرفای 11-12 بیدار میشدن و مثلا کتاب میخوندن، کتاب مینوشتن، کاراشونو میکردن، میرفتن حتی مهمونی، میرفتن خونه همدیگه و اینا، بعد دوباره برمیگشتن، بعد دوباره میخوابیدن مثلا یه 4 ساعت و اینا.
ولی بعدن که کارخونه ها ایجاد شد و اینا نیاز داشتن که کارمند داشته باشن و مثلا از فلان ساعت بیان سر کار تا فلان ساعت، کلا اومدن این فرهنگ رو عوض کردن و گفتن که نه شبا مثلا باید فلان ساعت بخوابید، 8 ساعت باید بخوابید anyways بچه‌ها کلا داریم به فنا خیلی جاده خاکی رفتیم. من دوباره تو ادیت مطمئنم تو ادیت میگم من چرا حرف زدم. لعنت بهتون، بذارید بریم سراغ موضوع اصلی چون ولم نمی‌کنی. فکر نکنم امروز به نتیجه‌ای برسیم. شما دوباره پخش می‌کنید همه چی. امروز به نتیجه جمع کن. برسیم. Single life and dating pool. زندگی سینگلی و دیتینگ پولی و دیتینگ پول. استخر دیتینگ. استخر دیتینگ. چه خبره فقط میتونم توی یه کلمه جمعش کنم. جمعش کن. shit. بای. خدافظ. خوشحال شدم دیدن تو بچه. نه مورد برگرد پیش ما. میگم یکم در موردش صحبت کنیم. من چند تا سوال داشتم که تو موبایلمه از سینگلای جمع و دقیقاً سینگلای جمع ستوده با مروارید عزیز که موبایلم دوربینمه الان متاسفانه اصلا نمیتونم سوالا رو فکرم سوالا رو فرستاد نه فکرم سوالا رو فرستادم تو آیپدم بعد آیپدم الان نگاه کردم دیدم که نه فقط داستانا رو فرستادم تو آیپدم. خب میخوای داستانا رو بخون چون فکر نکنم وقت داریم در مورد سینگل لایف صحبت کنیم. من اصلا میخوام یکم در مورد این صحبت کنم. ببین یکم اصلا بیان در مورد این صحبت کنیم که ما که دختریم از نگاه دخترها این رو میبریم جلو دیگه. یعنی حالا اگه پسر داشتیم از کجا میدونی من دخترم؟ شاید آیدنتیفای پسری بکنه موری. First of all شما چین؟ پرونانسشون چیه؟ آره وای چقدر بدم میاد شما از این چین بچه ها؟ دختری انسانم. She her she her oder he him they them I'm Oda. it Oda اوکی آقا ول کنیم این مسخره بازی ها رو. داستان بگه اوکی داریم فیلم خیلی ساینتیفیکلی یه جواب معنا میخوام بدم. خب شما استاتیستیک آوردی؟ استاتیستیک استاتیستیک هم میتونم در بیارم ولی چیزی که با این میخواستم شروع کنم. خواستم اول بگم که این روزا خانوما خیلی بیشتر ایندیپندنت هستن. درسته؟ یعنی کار خودشونو دارن، درآمد خودشونو دارن، خونه خودشونو دارن و دیگه برای این فاکتورها ازدواج نمی‌کنن. برای این ازدواج نمی‌کنن که مثلا کسی لازم دارن که فاینانشلی کمکشون کنه یا مثلا این چیزا. اوکی؟ یعنی دیگه دلیلی که نه همیشه ولی بیشتر موقع دلیلی که میخوان ازدواج کنن واقعا فقط به خاطر اینکه مثلا یکی دارن که میخوان کل زندگیشون باش باشن، عاشقن whatever. اون وقت استانداردهای خانوما به خاطر همین خیلی بیشتر اومده بالا. یعنی موقعی که در قدیما فقط مثلا پسر نمیدونم کیو که آدم میشناسه اوکی رنگ آبی خوشگل مایی ADHD دارم فقط مثلا میگن اوکی این دختره به سنی رسیده. ببین تو فلو بودم داشتم به این خوبی حرف میزدم عزیزم ادامه بده. خب کجا بودم؟ چی داشتم میگفتم؟ داشتی میگفتی که استاندارد اومده بالا. آره چون که مثلا قدیما دوباره نه برا همه کسی offended نباشه ولی بیشتر اینطوری بود هیت هم خوبه. بیشتر اینطوری بود که اونایی که توی ازدواج بنفیت داشتن بیشتر مردا بودن چون که مثلا زندگیشون زیاد فرق نمی کرد.
از لیبر کارکن بدون چیز میگرفتن دیگه، بدون اینکه بخوام پول کارکن بدن. without pay. آره. genau. یعنی ازدواج میکردن که مثلا تو خونه یکی داشته باشن که تمیز کنه، غذا درست کنه، مادر بچه ها باشه و مردا مثلا میرفتن کار میکردن، پولو میآوردن خونه، ولی تموم شد دیگه. تو خونه دیگه پادشاه بود. سفید نمید. به خاطر همین تغییر کمتر کرده شده. آره، سوسایتی دیگه عوض شده. زنا دیگه به خاطر مثلا دلیلای این چیزا مثلا میگن که سینگل لایف یا ازدواج لازم نیست بکنم، میتونم با دوست پسرم باشم، با پارتنرم باشم، میتونیم با هم دیگه زندگی کنیم. در اصل رستریکشن دیگه نیست. میتونن مثلا برای خودشون این دیسیژن رو بکنن که مثلا میخوان با کسی باشن یا نه، ازدواج کنن یا نه. دقیقا. اون آره. این از طرف ولی من. خیلی ممنون. خدافظ. اینی که ببین مرسی، من مرسی اینا از شما. حرف زدم. مرسی از شما. ولی به نظر من خیلی هنوز متفاوت نشده این مدل زندگی که گفتی. درسته تغییرایی کرده ها، اینکه بزرگترین تغییرش هم فقط توی خانوم ها به نظر من پیش اومده. بزرگترینش یعنی خانوم ها پیشرفت کردن، خانوم ها حقشون بیشتر شده، به خاطر مثلا اون موقع نمیتونستن کار بکنن ولی الان اجازه دارن کار بکنن و به قولی آیدنتیفیکیشن خودشون داشته باشن، پرسونالیتی خودشون داشته باشن. قدیما زنا باید زیر سایه یه مردی همیشه زندگی میکردن دیگه و این الان خیلی تغییر کرده. تو دیگه میتونی به قولی زندگی شخصی خودتو داشته باشی، انتخاب کنی چی کار میکنی، درس بخونی و در کنارش همون حرفی که تو زدی به قولی، حالا نمیخوام دوباره تکرارش کنم، وقتی که تو همه اینا رو داری خب دیگه نمیای به خاطر اینا بری ازدواج بکنی. ولی به نظر من از اون طرف من این کانورسیشن ها چیز کنم چون بعد یادم میره. به نظر من از اون طرف مثلا تو این چند صد سالی که خانوم ها این همه تغییر کردن و این همه مثلا چیزشون متفاوت شده، آقایون اونقدر تغییر نکردن. یعنی مردا هنوز اکثرا همونو میخوان. یه زنی میخوان که تو خونه بیاد پشتشون تمیز کنه، نمیدونه فلان کنه، خونه چیز کنه، ولی در کنارش میخوان یه کمی هم سوء استفاده بکنن از این رایتی که خانم ها دارن و فهمیدن که اینا میتونن پس کارم بکنن، میتونن پس پول خوبم در بیارن. پرفکت. پس بیا حالا اونم 50-50 کنی. چون که دیگه هم اینطوری نیستش که با یه نفر که فول تایم بره کار کنه آدم بتونه زندگی راحتی داشته باشه. یعنی اصلا لازم هم هست این طرف بره سر، یعنی خانوم فامیلی بره سر کار، 2 نفر در اصل باید کار کنن. دقیقاً. ولی در کنارش نیومدن خودشونو آپدیت کنن و بگن اوکی طرف پس اگه میره سر کار مثل منم باید یاد بگیرم که کارهای خونه 50-50. یعنی اصلا اولا بیا یه چیزی رو کلن پاک کنیم. من با این خیلی مشکل دارم. این که میگن کمک در کار خانه، اصلا از بیخوبان من با این مشکل دارم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه کلمات خیلی بار دارن و وقتی تو برمیگردی میگی کمک، یعنی منظورت اینه که مثلا این aufgabe ها، این چیزا، این کارا، آره این کارا مال خانومه است و من کمکش میکنم. یعنی این کارا مال من نیست، من میام که مثلا یه کمی کمکش کنم و در کنارش وقتی این حرفا میزنی تو ته ذهنت هم اینه که خب پس بعد از من تقدیر بشه به خاطر اینکه کمک کردم. با اینکه این زندگی تو هم هست همون قدری که زندگی خانوم هست. پس تو هم باید آشپزی بکنی، تو هم باید ظرفا رو بشوری، تو هم باید لباسا رو بشوری، تو هم باید تمیز بکنی و یه چیز کاملا نرماله. خب حالا مروه چی می‌خواستی بگی؟ یادم رفت. خب یادش رفت. ولی خدا رو شکر تا الان کسایی که مثلا
دوستم باهاشون، یعنی توی گروه دوستیمون هیچ کدوم از مردا اونطوری نیستن که مثلا منتی بخوان بذارن و کار خونه انجام بدن. اونا هم با پارتنراشون یعنی واقعا میدونن که مثلا 50-50 تو میری کار میکنی منم میرم کار میکنم، سو اون کار خونه هم باید سپلیت بشه. هر دومون آره فول تایم جنریشن کار جدید میکنیم، دقیقا هر دو فول تایم کار میکنیم، هر دو وقتی توی خونه ایم مثلا شنبه یک شنبه همون آفیم، یه تایمیه که باید به خونه برسیم و هر دو سپلیت میکنیم این کار انجام میدیم، هر دو با هم آشپزی میکنن. یعنی یعنی یه چیز خوبیه که تغییر کرده و همه ببین اینطوری نیستن. جنریشن جدید تغییر کرده. من حالا توی دوستام اگه بخوام خیلی نگاه بکنم یه لحظه تو دوربین نگاه کردم، من اگه توی دوستام بخوام نگاه بکنم هم اکثرا اینجوریه، به خاطر اینکه خب سنای پایین تر بیشتر یاد میگن. حالا ما توی جامعه ایران هم نیستیم، بعد ببین درست. اونجا چجوریه. خب جامعه‌ای که بیشتر مرد سالارانه تر هستش یه کمی البته که تغییر کرده، ولی فشار فکر میکنم هنوز خیلی بیشتر باشه روی خانوم برای کار. ولی این نظریه که من الان دارم به دیتینگ پول و سینگل لایف که خودم نیستم متاسفانه یا حال خوشبختانه نمیدونم الان متاسفانه خوشبختانه من شانسی که خوشبختانه که آوردم نیستی واقعا، چون من احساس میکنم بعد از که من فکر کنم 2-3 سال دیگه سنم بره یه کت لیدی ذره میشه. بالاتر، دیگه واقعا حوصله هیچ مردی رو نخواهم داشت. خب من چیز بدی نمیبینم، چجوری بگم، یعنی من سینگل لایف هم خیلی دوست داشتم. من یعنی خیلی اصلا اینجوری حال میکنم با خیلی خودم. That's fine. دقیقا من اصلا آدم حالا ببین مثلا بعضیا فکر میکنن که کسی که سینگل لایفش رو دوست داره حتما پارتی کنه، نمیدونم دوست پسر بازه. اولا که بیاین راحت کنیم خودمونو. من اولین دوست جز پسر که مرواریت هم چه داشتم آدمی بوده. من اولین دوست پسر که داشتم 24 سالم بود و نسبت به تایم خودم خیلی دیر بود. یعنی طوری که حتی من خانواده‌ام بعضی موقع میگفتن که مثلا تو اوکی مثلا گرایشت بعضی چیه سوال عزیزم؟ میشه به خدا دقیقاً مثلا گفتن خب تو دختر رو دوست داری؟ بعد من اینجوری بودم که خب اگرم دوست داشته باشم باز دلیل نمیشه، یعنی اگه دوست داشته باشم میتونم با یه دختر تو رابطه باشم، میدونی، یعنی کلا خیلی علاقه‌ای به دیت کردن و اینا نداشتم و خیلی دیرتر وارد رابطه، حال دیرتر شاید خیلی هم باشن دیرتر از من، مثلا در مورد این صحبت نمی‌کنیم، ولی مثلا برای من و اون دور و بریام و حالا هر چیزی یه کمی مثلا دیر بود. مثلا 24 سالگی اولین دوست پسر، مثلا اولین آفیشیال دوست پسری که اصلا چه می‌دونم دستشو گرفته باشم در این حد. و میگم مثلا حالا قبلش و بعدش و اینا خیلی اوکی بودم با خودم، یعنی هیچ وقت مثلا اون حس این که حتما باید برم حالا دیت بکنم و اینا رو نداشتم و خوشحال میشدم اگه دوستان مثلا تو رابطه‌های خوب بودن و اینا، که متاسفانه خیلی کم پیش میومد و من خیلی بیشتر جوونی دور و 24 برم سالگی و خیلی کمه. آره، ولی دقیقا مثلا اون رابطه های نوجوانی دور و برم میدیدم بیشتر به این نتیجه میرسیدم که بهتره که سینگل باشم، به خاطر اینکه اصلا احساسات هورمونا انقدر بالا پایینه، انقدر بدن ابیوس میشن خیلی وقتا، مثلا از نظر روحی، روانی، جسمی. اصلا من یه چیزایی متاسفانه شنیدم و دیدم توی دوستام که اصلا واقعا یه جوری تراماتایزم شدم. بعدش اینجوری بودم که اوکی. و بعدا متاسفانه خودم توی 2 تا رابطه اولم تراماتایز شدم و خلاصه میفهمم. بزرگ شدی، درستو گرفتی. نمیدونم، نه تراماتایز شدم. مثلا من این کلمه رو دوستم عوضش نکن، میدونی بخاطر این عوضش میکنی معنی کلمه تغییر میکنه، به خاطر اینکه تو نیاز نداری که یه چیزایی رو توی زندگیت حتما تجربه کنی تا ولی بزرگ شاید یه بشی. درسی بوده که باید میگرفتی و تنها راهش حتما آره، از نگاه یوگا و اینا که بهش نگاه میکنم حتما زندگیم نیاز داشته، ولی لایف استایل منو ببینین ترک میخورین در هر صورت تراماتایزم کرد خیلی چیزها که خودم توی رابطه تجربه کردم و تو رابطه های دوستانم و اطرافیانم دیدم اونا چه تجربه هایی کردن و خلاصه میخوام حالا در مورد این یکم صحبت بکنیم، این که
مروه چرا سینگلی؟ یعنی انتخاب کردی یا اینکه دوست داری؟ آره من واقعا با خودم خیلی حال میکنم، احساس میکنم اگه یکی که بخواد بیاد وارد زندگی من بشه انقدر باید، یعنی هیچ جای خالی ندارم که بخواد پر بشه، خاطر همین خیلی باید آدمی باشه که من خیلی باش حال کنم که اجازه بدم وارد زندگیم بشه و هنوز اون آدم پیدا نکرد. خب بعد استانداردم چیزی رفته تو هستش خیلی که بالاتر. چرا که نه، خیلی عالی، آدم باید بر خودش استاندارد داشته باشه دیگه. کلا دیتینگ و رابطه رو چیز اصلی نه، چجوری بگم، چیز مهمی میدونی اولویت توی زندگی؟ زندگی من برای من شخصا نیستش. یعنی اکتیولی هی نمیرم مثلا دنبالش یا مثلا دیتینگ اپی باشم یا هی برم مثلا بگردم دنبال یکی که برم باهاش دیت بشه، اتفاق بیفته یعنی I will go. نیازی نمیبینی. Not really. و مثلا جامعه دور و برت چطوره؟ اگه تفاوتی هم بین قدیم و الان میبینی بگو. مثلا یعنی چی قدیما جامعه؟ فشاری روت بود، چه میدونم خانواده، دوستان، اینا مثلا فشاری نه بودش که حالا برو دیت کن کسی رو چیز کن و اینا، یا نه الان یا خیلی اصلا خیلی قبلا روی که بچه یعنی کوچیک‌تر که بودم خب تنها زندگی میکردیم دیگه، من و خواهرم. زیاد هیچ فشار خاصی نه از طرف خانواده بود چون دور بودن، نه از طرف دوستا بود. خب دوستای من دور و برم میرفتن توی ریلیشنشپ، ولی خب یعنی من اون تایمم هی آناناف مثلا میرفتم با این میرفتم با اون میرفتم، ولی یعنی بودم توی ریلیشنشپ، نه که با این و اون میرفتم. پیدر اوضاع بدتر اوکیه. میشه. اوکی، متوجه. هر طوری باشه اوکیه. اصلا اونم که میرفتی هم اوکی، زندگی خودت خدا سینگل نمیرفتم. بودی. ما میگی نمیرفتم. میرفتی ولی نه نمیرفتم. خب. ولی یعنی مثلا هیچ وقت برای شخصا نه توی استیج که کوچیکتر بودم نه الان اولویت زندگیم بود. حسم نمیکرد که باید باشی چون مثلا فلان اصلا دوستم هسته ای نه زشته تابلوه مثلا من سینگلم و اینا. نه من همیشه بلک شیپ چیز بودم، گروه بودم، من و یکی از دوستام. یعنی هر وقت که میرفتیم بعضی موقع توی ریلیشنشیپ بودیم و خیلی موقع ها سینگل بودیم و همیشه یه جورایی دیگه میدونستن که اصلا بین یعنی ولشون کن، هی پوششون نکن. اوکی، ولی کلا یعنی اولویت زندگیم نبود که بیام بگم که اوکی من حتما باید تا به این، یعنی به این سن که رسیدم حتما باید توی رابطه باشم، حتما باید ازدواج کرده باشم، حتما باید 2 تا بچه داشته باشم. هیچ وقت به اینش فکر، یعنی برای خودم هیچ تایملاینی نذاشتم. یعنی میگفتم اوکی اگر اتفاق بیفته آدمش پیدا بشه که باهاش واقعا حال کنم و دوست داشته باشم که شیر کنم اون اکسپریانس همو باهاش، تجربه همو باهاش، پیدا بشه بیاد تو زندگیم اوکی، ولی که پیدا نشه دیگه I won't push it. خودم به در و دیوار نمیزنم که حتما این اتفاق باید بیفته، حتما باید مثلا من 33 سالم شد باید ازدواج کرده باشم. این تو فکر کنم یه چی چیزیه که در سروده؟ کل تو سوسایتی عوض شده الان. اینی که این فشار دیگه انقدر نمیاد، چون که خیلی هم هستن که شاید الان خیلی مثلا از جنریشن بالاتر که تو دور و برای خودمون الان مثلا ببینیم، خیلی خیلی خانوما ممکن استش بگن که اگر شانسش رو داشته بودم من ازدواج نمی‌کردم اصلا. اینو خیلی آره، چون که مثلا سوسایتی اون موقع یه جور دیگه بود، یا این موقعیت مثلا کاری و این چیزها رو نداشتم مثل ما که الان مثلا داریم، و به خاطر همینم منم هیچ موقع هیچ فشاری احساس نکردم که نه از فامیل نه از دوستان که اصلا، یعنی هر کدومشون در اصل دوستایی دارم که مثل روژین منهیجا هستن
و خیلی خیلی این ترند هم داره میره بالا، یعنی certified. به خاطر همین هیچ چیزی هم نیست، هیچ فشاری نیستش و برای منم خیلی مثل موری خوشم میاد. من مثلا میرم بیرون خوشم میاد که برمیگردم خونه هیچ کس نیست، یا خودم من برمیگردم خونه خیلی هستن. شیننیگن های یک مرد نباید تو چیز کنی. یا مثلا این بعضی موقع مثلا شما حتما فهمیدین که تو چتمون یه دفعه من نمیدونم 8 ساعت جواب نمیدم، چون که میتونم راحت اصلا خودم میتونم برای خودم انتخاب کنم که میخوام سوشل باشم و کی میخوام مثلا خیلی اینتروورتد مثلا برای خودم فقط باشم. و همیشه خصوصیت درونگرایی هم هستش. انقدر یعنی ترین شدن که با خودشون خیلی حال کنن، از بچگی بورد نمیشن از من همیشه هر موقع مثلا هستش که وقتی احترام مقابل توش هست تو نیاز نداری حالا 24 ساعت با طرف مقابلت مثلا این کانتکت باشی. من فکر می‌کنم تو آلمانیا عاشق همچین مدل رابطه‌ای باشن، یعنی آلمانیا هم یه کمی مثلا اون رگ آتیزمشون چیزه و خوبم اینتروورتن. نه چیز من یه همکار داشتم خودشون هم میدونن It's a heaven for autistic people. یه همکار داشتم سنش مثلا دور برای 50 سالش بود، یه لونگ ترم بویفرند داشت که مثلا بویفرند ولی هیچ عروسی هیچی هم نمیخواستن و لونگ دیستنس هم بود. یعنی میگفت این رابطهشون فقط به خاطر این که با همدیگه نیستن توی یه شهر زندگی نمیکنن انقدر خوبه. یه ایموشنال یعنی ساپورت آخر هفته میبینن هم دیگه. آره دیگه، یعنی کسی رو دارن که مثلا باشون بتونن حرف بزنن، باشون مثلا برن تو دیت یا ویکیشن، ولی بازم مثلا زندگی کوچولو خودشون رو داشتن به جز این که کسی دیگه بیاد مثلا توش باشه. ببین یه چیز قشنگی هم که الان به نظر من پیش اومده این که مردم میتونن روابط رو برای خودشون بسازن، یعنی مثلا اونجوری که دلشون میخواد. مثلا قدیم اینجوری بود که خیلی قدیم‌تر اینجوری بود که ازدواج تموم شد رفت. تازه فکر کنم دوست دختر دوست پسرم خیلی چیز نبود. الان دوست دختر دوست پسر هست، نمیدونم چیز هست، اصلا هر چی اینقدر لیبل‌های مختلف، ولی تو میتونی مثلا برای خودت انتخاب کنی. مثلا به قول اون همکار تو انتخاب کرده که این براش معنی رابطه یعنی این. هر دوتاشون هم اوکی هن، خیلی هم عالی. حالا بیا چیز کنیم یه کمی فان ترش بکن چون دیگه خودم سر رفت که تایم هم زیاد نداریم. نه ما 20 دقیقه اول چیت چت کردیم، ولی ببینین به من گفتی تو رو باید کات کنم استاتیستیک آوردی. چرا؟ اون داستانه ببین من بذار این استاتیستیک من بگم بعدش تو بخون. آره بگو. اوکی من زیاد استاتیستیکی داشتم برای اسپاتلایت از اروپا بود. حالا بگم اینا رو یا نه چون که نمیدونم حالا دیدین یا نه. من یه لحظه بگو. من که توی کانادا که نورت امریکا کار میکنم یعنی زندگی میکنم چیزه هیچ هومورکی رو انجام ندادم. ببین اون اپیدمی نمیدونم من لونلینس که الان فکر کنم همه جای دنیا، یعنی اصلا فقط اروپا و اینا نیست، مثلا کل دنیا خانوم ها کلا خیلی بیشتر به این نتیجه رسیدن. خب میخواستن یه ذره اینترستینگ تر باشن که لونلینسشون از بین اوکی. واقعا من از همین با این حرفت یه در باز کردی. دقیقاً. پندورا باکس رو باز نکنین. منم یه جورایی اصلا اتفاقا پندورا باکس رو باید باز کنیم دیگه، میخوایم فان باشه اپیزود. حالا خوب الان اینجا برای من خون یه چیزی میخواستم بپرسم، این که رد فلگ شما برای دیت اول چیه؟ تو بگو ما رو باید مثلا چه چیزایی تو دیت اول اگه طرف مقابلت منم یه لحظه حالا چند تاشو بگو.
مثلا اگه تو دیت اول طرف چی کار بکنه برات رد فلگه یا میگی اوکی دست تو دماغه میگه به دوم چی باشه؟ ببخشید نظرت نفهمیدم اصلا چی دماغش گفت. آها چیز شخصی بزرگ شم چی بهش میگن؟ تمیزی شخصی نه تمیز obviously باید حتما تمیز باشه دیگه وگرنه اصلا من چیز نمیکنم. اولا که رد فلگ ها یه جوری اولا که اون جوری که مثلا با سرور اگه جایی بریم مثلا برای sit down dinner یا کافه یا چیزی جوری که با سرور رفتار میکنه حرف میزنه خیلی مهمه برام. یعنی آدمی نباشه که stuck up باشه و طوری که با آدمای دیگه هم طوری که با آدمای دیگه هم رفتار میکنه مهمه نه اینکه فقط با تو چجوری رفتار میکنه. آره میفهمم. اون خیلی برام مهمه چون که مثلا یکی بیاد بخواد تو رو ایمپرس بکنه ممکنه هر نقشی بازی کنه. دقیقاً. و اینو مثلا تو تا مثلا با یه دیت نمیفهمی اون چیزشو یه دو ست باری باید چیزایی هم داری مثلا حرفایی بزنه یا کارایی بکنه که مثلا برات کمی چیز باشه یا نه حرف که مثلا یه حرفای خیلی خاصی هستش که آدم میدونه طرف کنسله همه اینا که استفاده کردیم ببین اپیزود قبلی هم پیک می و کنسل و اینا صحبت کردیم همه اینا رو من هی تو اپیزودهای بعدی اضافه میکنم آره. مثلا هی در مورد من یه اصطلاح داره همین در مورد خوشگلیاش هی بخواد حرف بزنه پسری که در مورد خوشگلی مگه داریم مثلا نه که خوشگلیاش یعنی در مورد مثلا اچیومنتاش هی مثلا من این کار کردم من اون کار کردم آره اینا خیلی از خوش تعریف میکنه. حالا یه چیزی از دیت های قبلی که رفت چیزی هست تو ذهنت بیاد که بخوای بگی مثلا همچین چیزی پیش اومد برام یعنی بدون اینکه یعنی میگم هومورک هم انجام ندادم به خاطر همینه باشه دیگه. یعنی هیچ یادت نمیاد مثلا چیزی رد فلگ نبوده اون قدی که بخواد یادت بیاد. من یادمه من یه پسری رو باش رفتم دیت. تو یادت تو داری چرا من نمیذاری زیر تو نه خب به خاطر اینکه همه میخوام صحبت کنن دیگه نه اینکه حرف بزن تا من یادم بیاد. بگو روژین. من یه پسره رو باش دیت رفتم اینو گفتی یادم اومد. چیز بود نصف یونانی بود نصف یه جای دیگه anyways پسر خوبی بود یعنی مثلا خوشگل بود قدش خوب بود حالا هر چیزی مثلا از اینایی که تو مثلا نگاه اول میگفتی اوکی مثلا تایپ من هست اوکی و اینا. ببین همینی که تو گفتی اول که رفتیم مثلا کافه نشستیم و اینا بعد مثلا موقع پول دادن کافه این از جیبش اینجوری پولاشو اینجوری در آورد یعنی کیف پول نداشت و مثلا 100 یورویی 5 یورویش اینجوری بود که اول من اینجوری بودم که دراگ دیلری چرا اینجوری بوده و چرا اینجوری مثلا چیکار میخواستی بکنی که اینو مثلا حالا پول رو داد و رفتیم و اینو. بعد گفتش که مثلا میتونم برسونم چون من دیت اول معمولا نمیذارم کسی بیاد دنبالم مثلا دوست ندارم آدرسمو بدونن you never know چه چیزایی بگو میتونم مثلا برسونمت. بعد خیلی هم حالا کوچیک بودم و اینا هم 25 6 نمیدونم کوچیک بودم به نسبت حالا چیزم. اون موقع مثلا دیدم پسر اوکیه و باهاش کلا راحت بودم گفتم اوکی میتونی برسونی با اینکه آدرس مثلا خونه خودم دادم کمی اونورتر آدرس دادم و گفت پس بیا بریم مثلا شرکت من شرکتم همینجا تو هافنه. هافن چیه؟ تو آلمان به کنار آب میگن هافن و یکی از جاهای مثلا خیلی شیکه که مثلا همه چرا بعد میرفتی سر محل کاره؟ ماشینشو تو پارکینگ دقیقاً ماشینشو تو پارکینگ مثلا سر کارش بعد مثلا تا برسیم سر کارش خیلی هم در مورد که وای کار من مثلا کارم عوض کردم خیلی هم مثلا خوشحالم ببین وایب تابلوی چیز نمیداد بهم که مثلا خیلی داره خودش رو مثلا تبلیغ میکنه خیلی
خیلی مثلا لوس و خیلی مثلا چیز بود، ولی مدلی که داشت این کارا رو میکرد خیلی تابلو بود. و میگم دیگه مثلا اولا که اون پوله مثلا کاملا اینجوری شدم که واو این یعنی چی اصلا، چرا اینجوری کشیدی مثلا باید پولاتو نشون بدی هیچ. بعد رفتیم سر کارش. یه شرکت خیلی قشنگم بود، معلوم هم بود که شرکت خیلی مثلا حالا مثلا گرونیه، نمیدونم چجوری میگن. این شرکت های چیز بود، مثلا کل تمام شیشه بود، کنار آب بود، میگم مثلا هافن بود به قولی. بعد چیز شد، بعد مثلا وارد شرکت شدیم، مثلا فکر کنم هیچکی نبود، شب بود. بعد او مای مثلا داشت نشون گاد میداد، روژین. میگفتش که من پپر اسپری و اینا داشتم. بعد مثلا کلا خیلی یه کمی هم بچه بودم دیگه، وایب بعدی ازش نمیگرفتم. من خیلی گات فیلینگ هم خیلی مثلا چیزه، ولی anyways حالا اون که اشتباه کردم. بعدش مثلا به این فکر کردم که اگر که مثلا بعدش بود دیگه هیچ وقت من این کار نمیکردم. ولی anyways مثلا رفتیم و بعد شرکتشون نشون داد، میدونی یه کمی خیلی ویرد بود وایبش. بعد رفتیم تو پارکینگ که چیزشو برداریم و اینا دیگه، مثلا یه دونه مثلا بی ام و مثلا کروک فلان داشتن، یعنی همش داشت هی خودشو نشون میداد پوز و اینکه نگاه میداد، کن هی پوز میداد. شرکتمو، نگاه کن ماشینمو، نگاه کن خب ببین پولامو. یکی که پرسونالیتیش فقط داراییاش باشه و هیچ دقیقا. و هیچ چیز و اینترستینگ دیگه ای نداشته باشه. خیلی برای من این آدم اصلا ترناف شد همه چیش، یعنی خیلی سی؟ اتفاقا تیپش خوب بود، همه چیش اوکی بود. و اتفاقا مثلا اون اولی که دیدمش مثلا خوشم هم اومده بود ازش، شدمش پسر گوگلی، یعنی اصلا این کارا رو که کردین آدم. از چی من که شدن پیاده گرفت؟ شدم بعد اینجوری که مثلا ببینیم همینه، گفتم we'll see. No, I don't think so. و کلا اصلا دیگه من اینو بلاک کردم و دیگه اصلا دیگه من این آدمو ندیدم. و خیلی ناراحت کننده بود که این مثلا فکر میکرد که میتونه با به قولی برای همین خودش ناراحت کننده بود. It داراییاش. wasn't your loss. ولی واقعا یه- من یه بار با یکی رفتم بیرون همین مثل تو خب؟ هیچ ایده ای نداشتن که چیه چی کار است، مثلا فقط یه در حد این که مثلا اسم چیه و اینا خب خیلی کانورسیشن بیسیک و اینا، هیچ ایده ای نداشتن که مثلا طرف چی کار است، بک‌گراندش چیه. رفتیم سر دیت. اولین کاری که کرد و واقعا یه کاری کرد که من اصلا یعنی فقط خودم یعنی thank God که فقط رفتیم یه کافی ران خب، یعنی چیز دیت سیت داونی نبود و اینا، یعنی فقط خواستم تموم بشه. این سویچ ماشینش رو در آورد، اینطوری کرد گذاشت روی میز جلوی من Oh my god. که مثلا من ببینم ماشینش چیه. خب به من چه که تو پرش سوار میشی؟ به من چه؟ تو با این حرکت چی رو میخواستی به من نشون بدی؟ این یه ترنافی بود برام یعنی مزخرف دیگه. من هی خواهی دو آدم تو این تموم شه این دیت، من خب برام خونواندگی واقعا نمیکشم نمیخوام با این آدم هم کلام بشم. یعنی آره نمیدونم خیلی 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 ترنافه اینجوری که من، یعنی تو فکر میکنی که این همون داراییایی که داری، مثلا یه ماشین لاکچری که سوار میشی خیلی باید بر من مهم باشه که و نمیدونم این بر شاید من یه یه ولیوی جاهایی باشه لو که سلف مثلا استیم چیزه. دیگه. دقیقا این همین رو آره نشون میده، اعتماد به تو نفس که اعتماد به نفس نباشه کمی داری معمولا. و اونقدر و خودت میدونی که انقدر اینترستینگ نیستی که اون آدمی که باهاش رفتی دیت با پرسنالیتی تو، با اون تجربه های زندگی تو حال نمیکنه. واقعا باید اون کمبودی که داری رو با ماشینی که سوار میشی مثلا پر بکنی. این برای من واقعا ترنافه. آره واقعا رد فلگ بزرگه. یه دیت رفتم، چیز بود، یکی معرفی کرده بود خب. رفتم دیت و اینا، سنم هم کم بود، کم 22 23 اینا بودم. رفتیم اینا، ببین هر چیزی که کانورسیشنی که میگفتیم حرف میزدیم یه چیزی بود که من یه چیزی میگفتم که مثلا اینترستم اینه، من این کار کردم، من اون کار کردم، هابیام اینه و اینا، اونم گفت منم همینطور، منم همین.
یعنی خب اینم هیچ شخصیتی از خودش نداشته، فقط میخواسته مثلا با تو یکی بشه که تو مثلا خوشت بیاد we have the چقدر same چیزای شبیه داری. interest that's good که اصلا با هم بریم این کارو بکن. من اون خیلی ترن آفه. خیلی من اون تایم سنیکر هد بودم. خب خیلی مثلا ترندای سنیکر رو حتما میدونستم، یعنی آخرین مدل سنیکر هد یعنی چی؟ کسی کتونیا، یعنی کتونیای لیمیتد که اصلا میومد بیرون توی بازار ریلیس میشد، مثلا دیگه میدونستم که آخرین مدل کتونی که اومده بیرون چیه. خب خیلی سنیکر هد بودم. بعد جمع میکردی؟ یه سریاشو جمع کرد، بعد فروختم، فقط 1-2 تا پرش نگه داشتم. خب چیز این اون تایم مثلا سنیکر من میگفتم این سنیکر اومده بیرون، صحبت میکردم، میگفتم که مثلا اینترستم اینه و اینا، این هم میگفت آره منم همینطور. بعد اون میومد یه چیزی بر من میفرستاد، مثلا سنیکر خیلی مینستریمی که تو بازاره و همیشه هست و که مثلا لیمیتد بگه نیست و اینا، مثلا میخواد بگه اینجوریم. منم هستم. بعدش میگم که اوکی حداقل میخوای یکی رو کپی بکنی یا بگی که اینترستد یکیه، برو یه ذره بیشتر دیپ توش تحقیق و بکن. ریسرچ تو بکن که که اینقدر اینطوری ضایع نشه. ولی واقعا برای من کنسل بود این آدم. چون آره یه هرچی میگفتم چیزایی میگفتش آره منم همینطور. آره. ببخشید اگه سوزد من الان که میخواستم اومدی خودم رو داستان دیت کنم که دیگه خودم با رو تو دیت نمیرفتم. آردی خودم ادامه بده دیت کن. سوزه جون عزیزم. اوکی، اولا من این سومین باره که از این من سعی میکنم دوباره قبلی انداختن رو منو ادیت بیرون. کنم اگه بشه. حالا یعنی من امیدوارم هیچ کدوم که از قصه هاتون رو نشنیدم. بعدا تو پادکست گوش بده. بعدا حالا گوش گوش بده. میدم ببینم موضوع چیه. اون وقت بدترین چیزم اینه که موقعهای خیلی خوب جوسی بود که قطع آره شده. دقیقاً. آره حیف شد. اوکی. اشکال نداره، امیدوارم دوباره نری بیرون بازم. سریع قصتو بگو. تو بگو. سریع اوکی. آره رفتیم بیرون، رفتیم سینما، دینا، همه چی اوکی، همه چی خوب، ولی از طرف من چیزی نبود. یعنی به نظر من اوکی we had a good time، با هم دیگه حال کردیم whatever، ولی خدافظ برای دیت دیگه no thank you. ولی برا طرف یه جور دیگه بود، یه ذره احساساتی شد، هی هر روز برا من مینوشت، هی بهش میگفتم من برا وقت ندارم، نمیدونم دیگه میخواد برو دنبال یکی دیگه. he didn't get it. یعنی به جایی رسید که آخر سر بلوکش باید میکردم. حالا خوشبختانه من سوشال میدیا و این چیزا که کاری نمی کنم، منو اگرم پیدا کرده باشه که مسیج هیچ موقع چک نمی کنم و خوشبختانه اینو راست میگه. من ستوده رو فالو کردم و هیچ وقت فالو بک نکردم. فالو کردی؟ اصلا ستوده اینستاگرام نیست، به خاطر من لینک اینستاگرام و هر چی باشه میفرستم تو گروه واتساپ که روش کلیک کنه بره اینستاگرام ببینه، وگرنه تو پیاماش میفرستادم. دلم شکنده. آره I'm so sorry. کجا؟ اینستاگرام؟ میرم فالوت میکنم. ببین ولی دایرکت بهش گفتی دیگه، چون خیلی هستن یه شخصی رو چون مثلا تو بعضی مواقع اون رو نمیگیری، یعنی اگه به کسی چیز نگه بذار چیزی بگم. یه دیتینگ ستوری من نگاه کردم، خیلی سریع بگم. بچه‌ها دختری داشت صحبت 40 دقیقه است، من باید برم به زودی. اوکی الان تمامش میکنم. یه استوری بود از یه دختره که داشتش مثلا در مورد این صحبت میکرد که بعد چندین ماه دوباره شروع کرد بره یه دیتی و مثلا اینا خیلی هم با هم صحبت کرده بودن و اینا. بعد پسرم بهش گفته بود که مثلا من یه اکسی دارم که با هم دیگه مثلا بریک اپ کردیم و این دختر مثلا یه کمی هنوز منو دوست داره و اینا، ولی بریک اپ کردیم و اینا، یعنی کم میدونستیم. این رفته بود دیته و میگه همه چی هم اوکی بود، پسر خوبی بود، مثلا هم با شخصیت بود، هم صحبت کردیم و اینا. یهو میگفت یه دختری اومد سر میز که اصلا میگفت من اولا شوکه شدم که چیه، بعد فهمیدم که اکس پسر است. بعد این دخترم بعد میگفت من خیلی خوشگل بود، خوشتیپ بود فلان، من همش اینجوری بودم که واو دمت گرم، مثلا چجوری اصلا
و تو این ذهنش هم بود که چرا دختره قبول نکرده که مثلا این پسر باش بریک اپ کرد، یعنی دختر خیلی بهتر بود به قولی از نظر حالا همه چی. و میگفت فکر کنم وسط اون همه آرگومنت و اینجور چیزا و اینا پسر برگشته به دختره چی گفته؟ برگشته بهش گفته بعدم برات توضیح میدم. و به اینی که تو دختره دیت بوده همونجا مثلا تو اون رستورانه که داشته با پسر چیز میشه، پسر گفته اوکی برو بعدم توضیح میدم. و این باعث شده که واسه دختره دایرکتلی همین به اکسش گفت. دقیقاً دایرکتلی براش رد فلگ بود که فهمید اوکی پس این پسره دیرکت به دختره نگفته آقا تموم شده فلان و اینا، این هی داره یه جورایی مثلا انگار تو آب نمک دختره رو نگه میداره و ای داره باش بازی میکنه. و مثلا الان که اینو گفتی یاد اون افتادم که مثلا میگفت من همونجا خودم متوجه شدم که این اصلا اولا که کاملا پسره دیگه واسه من کنسل شد به خاطر این حرکتی که انجام شد و به خاطر اینکه حالا این رابطه هم یه جورایی انگار ناتموم بود که حالا واسه پسره تموم بود، ولی خب چجوری تموم شد؟ تو وقتی رابطه نمیخوای میگی آقا من نمیخوام، برای من تموم شده، خدا نگهدار، امیدوارم که مثلا برات حالا هر چی باشه و اینا بهتر. نه اینکه هی برو حالا بعدم بهش میگم برو حالا توضیح میدم برو فلان. این یعنی که اوکی نه شاید مثلا میدونیم یه خوپ کوچولویی تو قلب طرف تو هنوز نگه میداری که حالا بری بقولی دوراتو بزنی بعد بیای بگی که میخوامت یا نمیخوام. امروز چرا انقدر چیز میزیش؟ امروز خیلی بد بودیم. بچه بیاین پارت 2 بگیریم به خاطر اینکه یکی این که اول اپیزود اصلا من نمیدونم داشتیم چی کار میکردیم، هیچ ربطی نداشت به این داستانه که حرف بزنیم. دوم این که من خیلی دیت سمی استوریای دیت سمی دارم که میخواستم بخونم و در موردش صحبت کنیم، خیلی که حالا مثلا 7-8 تا شاید. و اینکه اصلا صحبت نکردیم در مورد مثلا دیتینگ لایف و اینا. ستوده هی میرفت بیرون. من عقصی نبود اینطوری که میگی انگار که عقصی میرفتم هی بیرون. در ضمن من این استاتیستیکا ما آخرسا نتونستم بگم. دقیقاً استاتیستیکا ریسرچ هایی که ستوده کردن رو انشالله پادکست سولوشو گوش بدین. بعد من کلی براتون چیز داشتم مثلا Alpine Divorce, Situationship, Weaponized Incompetence، بخواستم در مورد اینا یکم صحبت کنیم. Benching, Love Bombing، اصلا اینا اصلا چیه توی رابطه ها به وجود اومده؟ Tread wife، بنچینگ دقیقاً البته همینیه که گفتم. آره ولی بنچینگ همینیه که این دختره واسش پیش اومده بود، یعنی تو وقتی یک نفر رو میذاری توی نیمکت ذخیره و آره که مثلا بری به قولی دوراتو بزنی بعد برگردی ببینی که خب دوستان پارت 2 میبینمتون. این اپیزود که ما به جایی رسیدیم. من نمیدونم من چی بذارم الان عنوان این اپیزود. میخواستیم در مورد دیتینگ صحبت کنیم ولی نشد. ولی حتما فکر کنم هفته دیگه بعد مطمئنا پارت 2 شو بگیم چون بعد بچسبه به این، یعنی انقدر که احساس میکنم توی ادیت این اپیزود من به انفشار خواهد اومد. توی هیچ اپیزود دیگه به انفشار بعد چیا رو باید پاک کنم از توش. فکر کنم کل اپیزودمون چیز شد 20 دقیقه بیشتر نیست. یعنی اصلا الان واقعا نمیدونم چی شد. بعد برم یه کمی تو تنهایی های خودم تو اتاق بشینم ببینم چی کار کنم با این لایف چویسز. شاید این قسمت چیزی از طرف من چون که هی از این پلتفرم میندازه منو بیرون، اینترنتم هی قطع میشه، اصلا نمیدونم ضبط شده چیزایی که من میگم گفتم یا نه. حالا شاید یه اپیزود فقط با شما دوتا باشه. نه اون قسمتی که تو حرف میزنی چی؟ یه روح بذار مثل دفعه قبل که مثل دفعه قبل یه روح. آره اون خیلی کیوت بود. باشه بچه‌ها مرسی از این که این ویدیو رو دیدین. با اینکه اون چیزی که میخواستم نشد و مثل همیشه کیاتیک بود که سر اصل مطلب انقدر دیر رفتیم که اصلا به چی نرسیدیم، ولی امیدوارم که اینترتینینگ بوده باشه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حرف دیگه ای؟ مرسی که هستین. شیر، سابسکرایب، کامنت بفرستین بچه‌ها واسه دوستاتون دیگه چی؟ که شیر کن. ببین انقدر ذهنم پریشونه
انقدر ذهنم پریشوناش اینجوری هم که اوکی بچه برامون کامنت بذارین هفته دیگه بیاین من میتونم دوباره ببریشم. اوکی. هفته دیگه حتما در مورد همین استوریای میگم اینایی که من چیز کردم داستانای دیت های سنبیتون چیز میکنم یکم میخونم دارم داستان رو اصلا نگه داشته بودم بخونم یکم استاتیستیک صحبت میکنیم و از سمت خودمونه دیگه بچه‌ها اگر که از سمت ما و از سمت این زندگی که ما داریم شاید مثلا کسی که کلا توی کانادا زندگی کرده باشه یه جور دیگه باشه شاید کسی که توی ایران زندگی میکنه یه جور دیگه باشه Men are shit. Men are not lonely enough. اینو یادتون باشه. سلام به امین برسون. آره. من هیتر. تنها کسی که قصر طرف همین امین بود از دست روز. آره به خدا خیلی قصر. ببین چه پسر میگم. ببین مردهای خوب مردای خوبی هم هستن دیگه. آره. کمن. یا گیم. بای. خدا تمومش کن. پارت 2. بای.